شب از دنیا بیشتر شد از 50 بعد از نماز عصر و نمیدانم چه حالی بیاییم به حال امام رضا و آن جگر مسموم و آن احشای مذموم از شدت در شاه خراسان. یا الله خوب گریه اشعار زیاده منطقه گاهی بده. از شدت در شاه خراسان افتاده بر خاک چون بید لرزان، زانو به زانو از سوزش زهر، پهلو به پهلو از آتش جون، اشک از بصر ریخت گاهی به رخسار، لخت جگر ریخت گاهی به دامون. ولی گفتم یک پسر بیشتر نسل روایات موصولی، یک پسر منتظر بود چه وقت عزیزش میاد، 4 سال ندیده. معمر اصول کافی هم میداره. معمر ابن خلاد از اصحاب حضرت رضا میفرماید امام جواد ما 7 ساله بودی، 7 ساله بعدی بود. میفرماید به من فرمود معمر دلم خیلی گرفته، بیا با هم بریم بیرون مدینه. با ما رو دل گرفته مقدمات مفاهیم، چون داره امام مطلع میشه. البته اطلاع که عجیبی ولی از جهت بعضی حالات فرمود بیا رفت همراه آقا تا رسیدیم به یک وحده گفته ها. یه وقت دیدم آقا از نظرم غایب شد، هرچه منتظر کجا رفت. یه وقت دیدم آقا با حال پریشان فرمود معمر یتیم یتیم شدم، بابام از دستم رفت. بچه 7 سال یتیم بچه بی پدر بشه، سالها بابا رو ندید. 4 سال وقتی بچه بود آمد منم حضرت 1 سال 2 سال آمد به قبر پیغمبر سپرد یا جدا این فرزندم به تو خیلی دوستش داشت. یه بسم قول عرب ها حیه یک ای مای حتی روایتی داره مجلسی نقل میکنه حضرت یک آمدی به فرزندش امام جواد 3-4 سر در این کتاب و در این مکتوب 2 جان دارد. فرمود فداک ابوک بابات قربونه. امروزی هم جازادهی بی بابا میشه بی پدر میشه. بخوانیم رو من جا خوندم اما بخوانیم با هم دیگه به قول آقای شاهرودی بخوانیم با این دم بودن به هر جانب نظر داشت، امید دیدن روی پسر داشت. بخوان بانده عیبی نداره برای امام رضا، برای ائمه هرچی بگویی بریاد بزنی صورت بزنی. آی کجایی ای پسر آرام جانم، سرور قلب و نور دیدگانم. یا بابا به راحت چشم من در انتظار، مرا زهر جفا خونین جگر کرد، تو را اندر صغیری بی پدر. الیام الرقی قلبی بودم هستم ایمان نگاه کنیم الیام الرقی المعمول سم یوم شدت فقر زاد هم من السم ظلت بی همه غریب
به قصدی یا آل جازم فوق الفرش حیران ویلی عین چشمان گریه کن خون برای نعیم بیما باید خون گریه کنی دم تو بشیم خودمون زورگی ها داخل باقی نمست یا عین یک چشما خون گریه کن یا عین سیلی دمعت جدن فقد الرضا المجدول بالزم غريب وبعيد الدار مهتم لا أخو عنده ولا ابن عم اینجا یک مقطع متوجه شدم که امام رضا 50 بار میگن 50 تا شب دیگه از دست رفت بله و شبم اضافه شد 100 اما یک مرتبه یادم آمد از ذکر مرحوم شیخ جشتری که وقتی حسین در گودال قتلگاه آقام ای بلند شد سزاعت می فرماید بیهار افتاده بود به زحمتی که می نشست نمید من خیلی دلم میسوزه این حال امام حسین که نقل میکنن آقا وقتی نشسته بود یه حال نداشت سرشم نگاه ینوع به رقبت یه نگاهی سرش یه رفته از حال هر که می آمد شمشیر بعد از سزاعت گرش کرده بود به اون چون چه گفت نمیدونیم حسین زنده از من چون داره همه حیبت بودن که بیان امام حسین رو بکشن خیلی مصیبته فرماید شمر گفت ان الرجل لکفو کریم غیرت داره حسین میخواد بفهمید حسین زنده اونتون افتاده بود و همه هم عرض کردم حیبت داشتن نمیتونستن بیان گفتم بندی شمر اعلام کرد برید طرف خیمه لشکر برید اگر حسین زنده باشه حرکت لشکر هیاهو طرف خیمه ها میخوام یه جایی برسونم دیگه دعا فرمود بیایید اول مرا بکشید برده قالم صدونی به نفسی مترکو حرمی قد حال حیری و قد حلت حالم میفرماید شیخ جشتری وقتی که این رو دید لشکر به خیمه ها اظهار غیرت بود هی دیدن امام حسین بلند میشد میافته بلند میشد میافته صدا میزند معشر آل ابی سفیان ان لم یکن دید ندارید حسب آخه شما ها غیرت دارید بر زن و بچه گفت در این قدر بلند شد و افتاد تا یه وقتی دیگه زانوها قوت ندار عبارت شیخ و مقدر و بخوانم و هرچه میخوایی برای حسین آخر کار باید به حسین همچه میفرماید فسقط الی الارض و بکا بکاء عالیا بنادا واجد امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا کنید یه نمیدونم باید خبری فردا قاعدتا باید باشه نمیدونم بله میگن هست فردا به احتمال وفات حضرت امام عسکری و قولی به شب مسئولیت باید دعا خدایا حال دعا بده ما حال گریه داریم حال دعا داریم چی هستی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا و
ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اونهایی که ارتباط دعا مشکلات دارن یه مردم برای همه امن یجیبن تصلی علی محمد بن آل محمد وان تفرج عن امامنا ولیا وصاحبنا وعن جميع المؤمنين ولا سيما مباري اهل العراق یا الله. خدایا ما را به گناهانمان عذاب نکن. ما بندگان معترفیم، روایت داریم، باید اعتراف به گناه به تقصیر بکنیم، دعا بکنیم. خدایا ما معترفیم، مقصریم، گناهکاریم، ولی در خانه اهل بیت آمدیم امشب امروز در خانه ثامن الحجج. خداوندا ما را ناامید برمگردون، حاجات همه ما ملتمسین دعا از هر جا خدایا برآورده بفرما. حاضرین و منظورین همه را حاجات جان برآور، شدائد همه را برطرف بفرما. حاجت اخروی داریم خیلی مهم، خدایا برآورده بگردون حاجات همه را یا الله، شدائد همه را، مشکلات همه را حل. خدایا ما بندگان طماعت هستیم با این همه اعمال ناجور و ازالک در خانه تو طمع زیاد داریم. ان لنا فیک طمعا کثیرا. خدایا ما را به ولای علی ببخش و بیار، به ولای اهل بیت خدایا با ما معامله بفرما. گرفتاری از همه مؤمنین و ملتمسین و منظورین برطرف بفرما. نام زمان ما را برسان، این مجلس را به کرمت قبول بفرما. عرفنا الاجابت فی ما دعوناک فی عواقب امور، ختم به خیر بگردان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. السلام علیک ابا عبدالله و علی المستشهدین. السلام علیک علی ابن موسی وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا فاطمة المعصومة بحق جدتك فاطمة المظلومة. اشفع. السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان. أدركنا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.